سلام بچه‌ها، خوش اومدید با یه ولاگ دیگه با من. تو این ولاگ قراره با هم دیگه از این دسته گلای تدی که تازه ترند شده درست کنیم. بزن بریم درست کنیم. خب اول از همه ما یه مربا داریم اینجا که باید این وسطش رو برش بزنیم که بتونیم بعد بشه که دسته گل از این وسط جمعش کنیم. خب بعد وسطش رو به این حالت در میاریم. کلا من یکم نامو چیز کردم ولی خب بعد این شکلی شه. خب بعد با نخ دورش رو میبندیم و بریم که تدی رو بهش بچسبونیم. خب حالا این از این رو بهش چسبوندیم. حالا می‌خوایم روبان رو دور تا دورش بزنیم. خب این هم از این روبانش هم که زدیم و بریم که داخلش رو درست کنیم. خب داخلش رو من یه کارتون گذاشتم. روی اونو یه اسفند می‌ذاریم. این شکلی میشه. بعد حالا هر چی که دوست دارین رو می‌تونین مثلا روی این بذارین. مثلا من خرس گذاشتم. این کنار می‌تونین با سیخ چوبی شکلات یا هر چی که دوست دارین بذارین. حالا عکس نهاییشو من براتون دوباره می‌ذارم. مرسی که تا انتها همراه هم بودین. لطفا اگه خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنید. ممنونم.